بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. آگاه کن با این قرآن عظیم الشان ای پیغمبر کسانی را که می ترسند از حشرشان الی ربهم، یعنی اونایی که معتقد به قیامتن و ایمان آوردن، انذار سودمند شما برای اینها هست. برای کفار برای اتمام حجت است. انذار واقعی برای آنهایی هست که می ترسند از اینکه حشر کرده میشون الی ربهم، از قبرها جمع کرده میشون و حشر کرده میشون به طرف همینه، یا در صورت احتمال نیست برای اینها غیر از خدا هیچ کارسازی و چاره‌ساز و هیچ شفاعت کننده‌ای بدون اذن خدا. بدون اذن خدا همینها شفاعت کننده‌ای ندارند. لعلهم یرجعون، شاید که اینها برگردند. لعلهم یتقون، تا که اینها شاید اینها از کفر و شرک اجتناب بکنند. باقی کفار یک ایرادشون این بود که فقرا و مساکین در مجلس تو جمعن، ما چطور بیاییم در مجلس شما بشینیم در حالی که مثل غلام، مثل یاسر، این مستضعفین دور بر تو جمعن و اینها را تو اینقدر پر رو کردی که در ردیف ما هم بیان بشینن. متکبر کافر و مشرک خیلی تکبر و غرور دارد. بین خاطر الله سبحانه و تعالی به پیغمبر میگه لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. بشونی سروران گرامی، اونهایی که مشتری خدا، محبوب خدا، آنهایی که الله سبحانه و تعالی را میخوانند و الله تعالی را تضرع میکنند، پیش خدا بسیار ارزش دارند. هر که مشتری، همین ما انسان ها، اگر یکی با ما سلام علیکم محبت دارد و یکی اصلا به ما اعتنا نمی کند، همین ما انسان های ضعیف همین انسان را هم دوست داریم که با ما محبت میکنه، با ما سلام علیکم میکنه. الله سبحانه و تعالی ذاتش اینقدر عظیمه، مشتری. نبی علیه السلام را میگه لا تطرد، طرد نکنی از مجلس و محفل آنهایی را که یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام به خواندن رب و نیایش رب و به عبادت رب مشغولند. الله را میخوانند در صبح و شام، دیگه کسی را نمیخوانند. ببینید طرد نکنید. و آنها مرید ذات خدا هستند، یریدون وجهه. رب را میخوانند صبح و شام، یعنی علل عموم، غیر از رب دیگه کسی را نمیخوانند و اراده وجه رب را هم دارند، یعنی مریدن، کاملا مریدن. باقی اینها نعوذ بالله عیب میزنند، تفتیش باطن وظیفه شما نیست. اینها که مشتری من شدن، لازم ما علیک من حسابهم من شیء، حساب آنها به عهده شما نیست، حساب و کتاب آنها با منه. و ما من حسابک علیهم من شیء، از حساب شما هم به گردن آنها چیزی نیست. شما درون آنها را نمیدانید و آنها هم در درون شما خبر ندارند، لہذا حساب و کتاب آنها و شما به عهده من است. ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء، و از حساب شما هم از کتاب شما بر آنها هم چیزی نیست. فتطردهم فتكون من الظالمین، اگر طرد کردی آنها را، اولا که من میگم نکن، و اگر آنها را از مجلس خود دور کردی که ابو جهل میاد در مجلس، فتكون من الظالمین، تو از ظالمین میشی، از آنها که انصاف ندارد. مشتری ها را رد میکنی، کسی که به تو اعتنا نمیکنه دو را به اصطلاح تصدی میکنی، متصدی او میشی. سبحان الله، کلام رب العالمین. فتطردهم، اگر طرد کردی آنها را، تو فتكون من الظالمین، تو از ظالمین میشی. ثمره اینه. این خطاب به پیغمبر علیه السلام و ما را الله تعالی دارد در این خطاب تفهیم میکند که مشتریان من را
اقبال کنید، توجه کنید، و کسی که اعتنا نمی کند، کسی که توجه نمی کند، اصلا شما متصدی امر او نیست. و کذالک فتنا بعضهم ببعض. الله تعالی میگه منم این امتحان کردم انسانها، یکی را دارا و سردار و امیر فودال و دیگری را غریب و مستمند و محتاج. این امتحان من خدا هست. نباید بی خاطر این امتحان که کسی را من مقتدر کردم او دیگه بنازه و کسی که مستضعف او را هیچ چیز حساب نکند، این هم ظلم را کسی نکند. من این امتحان کردم، این امتحان منه. اونا که غریب کردم هم امتحان کردم، او را که دارا و امیر کردم اون را هم امتحان کردم. از این امتحان من کسی سوی استفاده نکند. اونی که من دارا کردم همه انسانهای نادار و فقیر و مستمند را تحقیر کند، نه، این خاطر او را دارا نکردم. اون هم که غریب شده اون هم احساس کهتری نکند. این امتحانه، من دو طرف را امتحان کردم. ولقد فتنا بعضهم ببعض. من امتحان کردم بعض را به بعض دیگر، دارا و نادار کردم. هم دارا را امتحان میکنم، هم نادار را امتحان میکنم. هم دارای پست را امتحان میکنم، هم بدون پست را امتحان میکنم. و نتیجه علت تکوینی سروران گرامی که بگوین متکبران که هؤلاء من الله علیهم من بیننا، همینها خدا بر اینها احسان کرده، دور و بر پیغمبر خود جمع کرده تا که این مستکبرین سرمایه‌داران نتیجتاً بگویند این حوالا هم برایتن همینها، آیا همینها احسان کرده خدا بر سر اینها از قصت ما؟ الله تعالی رد میکنه الیس الله بعالم بالشاکرین. آیا خدا مگه آگاه نیست که شناسان را نمیداند که کی مشتری رضای خدا است و طالب رضای خدا است، متبع رسول خدا است؟ مگه خدا این شاکرین را نمیشناسد؟ اونها که حق را میپذیرن، حق شناسن، سپاسگزارن. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. سبحان الله. مولوی صاحبان، الله تعالی مشتریان خود را خیلی عزت داد و صحابه که مشتری خدا بودن و رسول الله معلم آنها بود، اینقدر محبوب شدن. چرا؟ کفار صحابه را تحقیر کردند، خصوصا فقرا و مساکین را. الله تعالی گفته پیغمبر من اینهایی که مشتری آیات منن اینها را سلام میگی. وقتی به محضر شما میان تو اعلان کن که شما از عذابهای دنیا و آخرت سالمی، جنت برین مال شما، سلامی برای شما. حتی اذا جاءك وقت می آیند پیش محضر شما الذین یؤمنون بآیاتنا، اونهایی که آیات من خدا را، آیات تشریع و تکوینی من خدا را قبول دارند، آیات توحید من را قبول دارند، آیاتی که در بحث قیامت قبول دارند، آیاتی که در بحث رسالت قبول دارند، این مشتریان من را فقل سلام علیکم، بگو برای اینها سلامتی بر شما باد از تمام آفات دنیا و آخرت. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، لازم کرده رب شما بر ذات عظیمش رحمت کردن را، شما را زیر رحمتها برای همیشه جا می‌دهد. و بیان رحمت خدایین این جمله مفسره هست که انه من عمل منکم سوءا، هر کسی از شما عمل بدی را انجام بدهد به جهالت، از نظر نادانی، به نادانی گناهی از او سر بزند، ثم تاب من بعدهی، و او از این گناه توبه کند و اصلاح و اعمال خویش را اصلاح کند، تو فانه غفور رحیم، پس خدا بسیار بخشنده و مهربان است، گناه شما را هم می بخشد و جنت هم می دهد. غفور از گناه می بخشد، رحیم از جنت می دهد. وجه عدم تفصیل از کذالک فتنا بعضهم لبعض، الله سبحانه و تعالی
وجه عدم قبول کفار را بیان کرد. این کفار خیلی متمردن، چرا قبول نمی کنن که فقرا قبول کردن؟ تو اینها احمقن. فقرا وقتی مشتری شدن اینها نمیخوان مشتری بشن. فقرا مشتری آیات منن، اینها به این خاطر استکبار دارن. اکنون وجه دوم را بیان میکند. الله سبحانه و تعالی میگه اینها آیات را نمیپذیرند. چرا؟ اینها بغض دارند، عناد دارند که خدا پیغمبری را، رسالت را چرا به محمد داده است؟ آقایی چرا به محمد رسید؟ این آیات مفصل چرا با محمد صلی الله علیه وسلم عنایت شده؟ این قرآن چرا به محمد عنایت شده؟ تشریح آیات و علم تشریح آیات چرا به پیغمبر عنایت شده؟ الله تعالی میگه اینها احمقند. کذالک، همینطور که من شما را رسول کردم، نفصل الآیات، تفصیل آیات را من میکنم برای شما. چرا؟ لنهتدی قوم، تا که یک قومی هدایت بشود، ولی دیگه این که لتستبین سبیل المجرمین، راه مجرمین هم مشخص بشه. من آیات را تفصیل میکنم، اینجا معطوف محذوف است، لیهتدی قوم، تا یک قومی به هدایت بیاید و به هدایت برسد، ولی تستبین سبیل المجرمین، و دیگر راه مجرمین اون هم واضح و روشن بشه. راه مجرمین هم واضح و روشن بشه. من این خاطر آیات را تفصیلا بیان میکنم، واضح و روشن بیان میکنم. لتستبین سبیل المجرمین. قل، حالا طریق تعلیم مقاطعان الکفار. کفار همیشه پیغمبر علیه السلام را دعوت به تفاهم میدادند. بیا با هم بشینیم، مقداری از ما بپذیر، ما هم مقداری از تو میپذیری. تو اینقدر سخت نگیر برای ندای غیر الله، تو اینقدر سخت نگیر برای سجده غیر الله، تو اینقدر سخت نگیر برای تعظیم بزرگان. دیگه ما هم از تو میپذیریم، نماز ما میخوانیم، روزه ما میگیریم، حج ما میکنیم، تو ندای غیر الله را مذمت کن. تو سجده لات و عزات را و تعظیم این بزرگان دین را شما بد نگیر. وقتی نماز بخوان، ما نماز بخوانیم، روزه، حج، زکات، خیرات، جهاد، همه چیز را با تو همکاری. فقط مسئله توحید کمی شما نرم بگیر. قل بگو پیغمبر بینها پیشنهاد میکنن انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. کاملا ممنوع شده ام از عبادت و پرستش و خواندن کسانی که شما آنها را میخوانید غیر از خدا. من آنها را بخوانم، من آنها را سجده کنم، من برای آنها نذر و خیرات بدم که شما همین خواستر از من دارید، من کاملا ممنوع هستم. من اجازه ندارم کسانی را که شما سجده و تعظیم میکنید، سجده و تعظیم آنها را تایید کنم، اصلا من این اختیار را ندارم. وقتی من بگم بله شما سجده کنید، تعظیم بکنید آنها را، اصلا شریک شما میشید. من اجازه ندارم. بله انسان عمل هر کس را تایید میکنه شریکه. چرا نذرهای غیر الله را خدا حرام کرد؟ به این خاطر حرام کرد نذرهای غیر الله را اگر شما مسلمان ها اینها را حلال بدانید و بخورید آنها تایید میشن. آنها چی میشن؟ تایید میشن. به خاطر حرامن که شما آنها را حرام بدانید و از آنها اجتناب بکنید تا که شرک آنها تایید نشه. من هم ممنوع هستم از اینکه نذرهای غیر الله را حلال بدانم برای شما و شما را بگید خب شما نذر بدید. وقتی من بگم و من با شما بیام بخورم نذرهای غیر الله را، پس میشه من تایید. من ممنوع شدم. هیچ عبادتی
آنها را که شما غیر از خدا میخوانید و تضرع و عاجزی میکنید، من هیچ عبادتی برای آنها انجام نمیدم، نه عبادت زبانی، نه بدنی، نه مالی. من از عبادت آنها، از اون نذر و خیراتی که شما برای غیر الله بدید من بیام با شما بخورم، معنی اینه که من تایید کردم، اونها را عبادت کردم. من ممنوعم. من مامور معذور رب العالمین. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. قل، باز همین طریق پنجم تبلیغ هست، اونجا مقاطع هست، اینجا بگو بی اینها لا اتبع اهواءکم، هرگز من پیغمبر اتباع نمی کنم خواهشات شما را. اون خیالات فاسده در باب عقیده، در باب اعمال، یک سری خیالات و تصورات مردم درست کردن، این خیالات هست. هر چی که ماخذی و مدرکی از قرآن و حدیث نداشته باشد اینها خیالات هست. مردم نذر میدن برای غیر الله، بت میدن برای غیر الله، آش میدن برای غیر الله، میخوانن غیر الله را که اینها برای ما شفاعت میکنن. خب این خیالی هست. الله که چنین دستوری نداده، پیغمبر خدا که چنین دستوری نداده. داده این همه خواندن و این همه به خاطر اینه که اینها فردا قیامت یا در دنیا دست ما را میگیرن برای ما شفاعت میکنن. اینها خیالات هستن. ورنه سندی مدرکی هیچ چیز خدا در قرآن مجید که نگفته. من این یک سری خواهشاتی که شما دارید و خیالاتی، من آنها را اتباع نمی کنم. قد ضللت اذن، اگر من اتباع خواهشات شما را بکنم من گمراهم. و ما انا من المهتدین، من توی راه نیستم. برای من چرا راه گمراهی را انتخاب بکنم؟ ببینید قرآن عظیم الشان چه تعلیم زیبایی میده. اگر من اتباع کنم من گمراهم، شما که اتباع میکنید چه هدایتی؟ ما انا من المهتدین، شما هم گمراهی. راه گمراهی را تایید کردن تو خود را و دیگران را بدبخت کردن. به عینی همینطور امروز یک سری اعمال عوام الناس انجام میدن، مولوی صاحبان هم همکارن، دو تا به طرف هلاکت میدن. نباید مولوی راه بد را تایید کنه. کسی که حرف او را قبول نکنه قبول. مدرسی که دهل است و سرناست و خواننده اروپایی و تهرانی و مشهدی هستند، ملا بره اونجا در مجلس بنیشه که مله برای من کبابی می آید، و ملا اعمال زشت آنها را تایید کرد، با آنها شریک جرمه. همین قرآن عظیم الشان میگه که قد ضللت اذن، اگر من خواهشات شما را اتباع کنم من گمراهم و من هدایت یافته نیستم. من کجا برم توی راه گمراهی و توی بی راه شما میری، من نمیرم. این هم باز طریق تبلیغ ششم هست، طریق تعلیم تبلیغ. قل انی علی بینة من ربی. خب شما هدایت یافته هستید، دلیل؟ ما گمراهی؟ بله من دلیل دارم، قرآن عظیم الشان اعمال من تایید میکنه. سند هدایت من قرآن است و شما برای اعمال خود سند ندارید. برای این دستها سند هست، برای این نظرهای غیر الله سند هست. ولی من سند دارم برای هدایت خدا. قل بگو بینها انی علی بینة من ربی، من بر یک بینه استوارم. دلیل عقلی من تایید میکند، دلیل نقلی من تایید میکند، دلیل وحی من تایید میکند. این قرآن، این بینه الهی است. انی علی بینة من ربی، حالان که وکذبتم بهی، شما اون بینه رب من را تکذیب کرده. که مراد از بینه قرآن است و ضمیر به طرف مطلب برمیگرده. مطلب از بینه قرآن است و شما قرآن را تکذیب کردید. من دلیل دارم، شما دلیل ندارید. خب این کتاب رب العالمین است. بله وقتی ما تکذیبش میکنیم چرا فوری معذب نمیشیم؟ وقتی ما به راهی، ما راه یافته نیستیم، ما گمراهی، پس چرا ما را خدا عذاب نمیده؟ چرا ما را عذاب نمیدی؟ جواب دادشون ما اندی ما تستعجلون به،
جواب سوال مقدر. در عدم قبول چرا عذاب کرده نمیشی؟ الله سبحانه و تعالی به پیغمبر میگه بگو ما عندی ما تستعجلون به، نیست نزد من آن عذابی که شما برای او عجله داری. باقی عذاب، حکم عذاب، آوردن عذاب به دست خدا. ان الحکم الا لله. حاکمیت عذاب، آوردن عذاب او به خدا اختصاص دارد. در تمام امور حاکم الله است، آمر الله است. عذاب دادن و ندادن در اختیار او است. ان الحکم الا لله. نیست حاکمیت در خیر و شر، در عذاب دادن و ندادن مگر به خدا اختصاص دارد. وحده من غیر ان یکون لغیره سبحانه تعالی، بغیر اینکه دیگر کسی اختیاری داشته باشه. او باز اختیار خودش یقص الحق، اول حق را بیان می کند. آسلین، او بهترین فیصله کننده است، او بهترین حاکم است. اول حق را بیان می کند، تبیین می کند، تشریح می کند. حالا پشت سر هر که قبول نکرده داغ. او حاکم مطلق، سنتش چنینه. و خیر الفاصلین، اون بهترین فیصله کننده است. طریق تعلیم حقتون قلو ان عندی ما تستعجلون به، بگو بینشون بختم که برای عذاب ابتدان شما فوری میخوان عذاب را. بگو برینها اگر تحقیق نزد من خدا میبود اون عذابی که شما عجله دارید برای آن عذاب، تو لقضی الامر بینی و بینکم، فیصله کرده میشد امر عذاب بین من و شما. عملا نقد من شما را محاسب می کردم، اگر در اختیار من می بود کارا تمام می کردم و می گذاشتم، لیکن عذاب در اختیار من پیغمبر نیست. والله اعلم بالظالمین، اللہ تعالی خبر دارد ظالمین را، آدرس کامل ظلم را اللہ دارد. تاریخ عذاب هم با خدا هست، حتی علم عذاب هم با من که چه زمانی و چه لحظه‌ای. این دلیل توحید هستم هست. سبحان الله. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، نزد خدا خزانه های غیب هستند، خزانه عذاب، خزانه رحمت، آنچه که مخفی از خزانش با خداست. مفاتح به معنی خزائن، کلید همه غیب ها، خزانه ها نزد خدا هستند. لا یعلمها الا هو، اون مفاتح غیب را نمیداند مگر خدا، که من جمله اون مفاتح غیب تاریخ عذاب شما، تاریخ عذاب شما نزد خدا دیکھتی نہیں. لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر، او میداند آنچه در خشکی هستند و در دریا، همه چیز را میداند. ما تسقط من ورقة الا یعلمها، نمی افتد از شاخه درخت هیچ برگی مگر اللہ تعالی اون میداند که از درخت جدا شد و افتاد با علم خدا. ولا حبت فی ظلمات الارض، نمی افتد هیچ دانه‌ای در تاریکی های زمین. ولا رطب، و هیچ جوان و تری بیرون نمی آید. ولا یابس، و هیچ خشکی نیست، هیچ تر و خشکی نیست. الا فی کتاب مبین، مگر در علم، در کتاب مبین. کتاب مبین چیه؟ علم الله. کتاب مبین چیه؟ لوح محفوظ. همه چیز در لوح محفوظ. سبحان الله. چقدر برگ هستن در درخت ها جدا میشه، چقدر دانه در تاریکی های زمین میشه، همه را و همه را، چقدر تر و خشکن در دنیا، همه و همه را اللہ تعالی میداند. چقدر علم وسیع،
قدرت با چه اندازه، علم چقدر، هیچ دانه ای نیست که بره در ظلمات هست. سبحان الله چقدر دانه ها در دنیا میاد. هو الذی یتوفاکم، حالا امکان قیامت را بیان میکنه. اون خدا موت میدهد شما را در شب. ارواحی دو نوع روح داریم ما، یک روح که امتیازات دارد، سماع و بینایی دارد، و یک روحی حیوانی که همان گردش خونه. اللہ در شب اکثریت شما را جامعه مرگ بکن. این مرگ هم یک راحت نیست. اگر این ساعت خواب شب نباشن دیگه این حضرات عالی دیگه چکار کنن؟ شب کسی نخوابه الان میتونه تحمل کنه شنیدن؟ قدرت شنیدن از انسان گرفته میشه، قدرت دیدن گرفته میشه، قدرت درک گرفته میشه. احسان یک خفگی و موتی میارد 4-5 ساعت وقت انسان بلند میشه ماشاءالله چطور راحت. الان مغز دارد کار میکنه. اولا که خواب وقتی میخواد بیاید مغز هم کار نمیکنه، چشم کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه، مغز کار نمیکنه. والذی یتوفاکم باللیل، الله اون ذاتی هست که موت میدهد شما را در ساعت شب، یعنی ارواح کمیدی شما را میگیره. و یعلم ما جرحتم بالنهار، و او میداند آنچه شما کسب میکنی در روز. کسب روز شما ثم یبعثکم فی، و شما را حشر میکند در همین روز تا که تکمیل کرده شود تاریخ معین. این شب و روز در حقیقت میان که تاریخ معین همه ما تکمیل کرده شد. اگر مقدر کرده 50 سال 60 سال دیگه آخرین روزا دارن. این شب و روز حقیقت تاریخ خدا را تکمیل و ما را به ملاقات خدا میده. دلیل همینه شب و روز میاد، هر شب میاد، روز میاد، شب میاد، روز میاد. انسان یک شبه هست، یک روزه هست، 10 شبه و 10 روزه و یک ماه، دیگه آخر میشه و 60 ساله. این 60 ساله یا 70 ساله یا 80 سال را همین شب و روزها بر ما میاد، یا دیگه چیزی میاد و ما را اون تاریخ تکمیل کرده میشه. حضرت فوری به با احضار میشه. همین جمعه 2 جنازه خواندیم، یکی رقم شناسایی داشت. قل یتوفاکم ملک الموت، کجا ہے؟ تاکہ تکمیل کرده شد اون تاریخ معین. ثم الیه مرجعکم، بعد ارجاع شما که اون خدای کریم بعد از من اون اجل مسمى تکمیل میشه و به خدا ارجاع داده میشه. ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم. خب ارجاع که داده شدی، ارجاع مرجع ما الیه، بعد از مرجع چیه؟ میگه نه، وقتی که ارجاع داده شدید فینبئکم، خبر میکند شما را به آنچه شما کرده اید. خبر میکند یعنی چی؟ آنهایی که خیر کردن جزای خیرشون میده، آنهایی که شر کردن مجازاتشون. و هو القاهر فوق عباده، او قدرت کامل دارد در بندگان خودش. او ارسال میکند برای حفظ جان و مال شما حفظه، کرام کاتبین که 24 ساعت همراه، دیگه فرشتگان هم همراه. حتی اذا جاء احدکم الموت، تا این که می آید پیش یکی از شما مرد، پس می کشند او را فرشتگان ما قبض روحش می کنند. و این فرشتگان در قبض روح هم کوتاهی نمی کنند. جایی که ما میگیم با فشار فشاره، جایی که میگیم نرم نرمه. اینا یک ذره کوتاهی در اجرای حکم خدا در قبض ارواح ندارد. یک دقیقه قبض جلو هم نمی کنند. فرشته اگر این لحظه باید قبض روح کند، همون لحظه قبض روح می کند. اگر حضرت دیگه 2 روز، 1 روز، 1 ساعت، 2 ساعت ولد بده نمی، در قبض روح کوتاهی ندارد.
بعد از قبض رو چکاره ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ارجاع داده می شوند همه به طرف الله که مالک بر حق آنها. اینجا مولا به معنی مالک بر حق آنها. تفسیر جلاله همین معنی را کرده. الا خبردار باشید له الحکم حاکمیت به خدا اختصاص دارد. او حاکم مطلق ہے، تاریخ و موت و حیات ہر یکی را ان حاکم مطلق مقرر کر دے. وہو اسرع الحاسبین. او زود سریع حساب میکنه، فوری حساب میکنه، دیر هم نمیشه. از این اینترنت و کامپیوتر شما هم سریع دارد. اسرع الحاسبین، از تمام حساب کنندگان سریع ترین حساب کننده خدا در آنجا. دلیل نهم علی سبیل اعتراف نخواهد. قول بگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از ابو جهل بپرس، از عتبه و شیبه و ابو طالب بپرس من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کیه که نجات میداد شما را از سختی های خشکی و دریا. ظلمات به معنی شدائد، مشکلات. از سختی های بر و بحر کی شما را نجات میدهد در حالی که شما میخوانید او را به تضرع عاجزی و خفیتن و در دل خود و چنین قرارداد میکنید که لئن انجانا من هذه، اگر ما را نجات داد از این سختی ها لنکونن من الشاکرین، ما شکرگزاران و موحدین میشیم و فقط سپاسگزار نمیشیم. دیگه غیر از او که کسی سپاسگزاری نمیشه. این سوال علی سبیل اعتراف نخواهد کنید. همه ابو جهل ها، عتبه ها، ابو طالب ها اینها قبول داشتند که خدا هست نجات میده در ظلمات بر یعنی سختی های عظیم خشکی و دریا. سوال کن و باز جواب بده. چرا که در این جواب با شما اختلاف نداره. قل الله ینجیکم منها، بگو که اون الله هست نجات میدهد شما را از این سختی ها و من کل کربین و از هر سختی کوچک هم. از این سختی های بزرگ هم خدا شما را نجات میده و از هر مصیبت کوچک هم خدا شما را نجات میده. با وجود این که قد اعتراف دارید ثم استبادیه، با وجود این هم با خدا دیگران شریک میکنید. وقتی مصیبت کوچکه غیر خدا را میخوانید. و من گفتم این مشرک مکه اینطور بود. مشرک زمان ما نامرد نیست که هر چقدر سختی بیاد او خواندن غیر الله را ترک نمید. قل هو الله القادر، بگو اون خدا قادره بر اینکه یبعث علیکم عذابا، بفرستد بر شما یک عذابی از بالای سر شما یا از زیر پاهای شما یا شما را درگیر کنه. یلبسکم شیعا، شما را مخلوط کنه دسته دسته، فرقه های مختلف، و بچشاند بعض شما را عذاب بعض دیگر. با دست خود شما هم خدا میتواند شما را نابود کنه. سبحان الله. الله تعالی قادره از بالای سر شما عذاب بیارد، از زیر پاهای شما عذاب بیارد، یا شما را دسته دسته کند و به دست خود شما را عذاب بده. سخت‌ترین، خیلی سخته. او یلبسکم، مخلوط کند شما را در حالی که شما دسته های مختلفی و بچشاند بعض شما را عذاب با دست شما یک دیگر را عذاب بده. امروزی که از عذاب های الهی من جاریه. یک روز خبره که آمر را می کشند، یک روز خبره که مامور را می کشند، یک روز خبره که فلان جای اینقدر کشتند، یک روز خبر میاد که فلان جای اینقدر کشتند.
این همین سروران گرامی به جان هم انداخت. بوشا با تمام امکانات آورده که اینجا تعدادی را شهید کنند و اینجا هم خدا تعدادی را برانگیخته که اونها را بکوبند. این که عذاب های خدا هست. انظر کیف نصرف الآیات، نگاه کن چطور من بیان میکنم دلائل توحید را تا که اینها بفهمند. حکمت تصریف تفقه هست، درک کنند بفهمند. لیکن با وجود این کذب به قوم کا، تکذیب میکند این عذاب را قوم تو، حالا که این عذاب حق است. قل تو بگو بی اینها لست علیکم بوکیل، که من وکیل دفاع شما نیستم که شما را از عذاب خدا نجات بدم. لکل نبأ مستقر، برای هر خبر وقتی معین شده است در علم ازلی الهی. اون به وقت خودش اون خبر می آید. لکل نبأ مستقر، برای هر خبر یک وقت معین. و سوف تعلمون، ان قریب شما وقت مرگ بدانید که با شما چه برخورد خواهد شد. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، وقت شما دیدید پیغمبر این کفار را که داخل میشوند در ابطال آیات، خوض در آیات یعنی آیات را بازیچه قرار میدن، داخل میشوند در استهزاء و تمسخر آیات من، فاعرض عنهم. اون لحظه من خیلی خشمیم، از اینها دور بگید. سبحان الله. اون لحظه که اینها در رد آیات من و در استهزاء آیات من وارد میشن، که آیات من استهزاء میکنن، رد میکنن، شما دور باشید که اون لحظه خشم منه، که مبادا خشم من متوجه بشید. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، تا که برن وارد بشن در سخنانی غیر از استهزاء آیات من و غیر از انکار آیات من، برن در دیگه حرفها وارد بشن. و اگر فراموش کردی با اینها نشستی، همین که یادت آمد بلند شد. و اما ینسینک الشیطان، اگر فراموش کرد شما را شیطان و نشستید با آنها، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، بعد از واعظ و تبلیغ و ارشاد با ظالمین مجلس همین سرورانی مجلس صالح تو را صالح میکند و مجلس طالح تو را طالح میکند. مجلس کفر و شرک هر لحظه بر کافر و مشرک و بی ایمان لعنت و نفرین خدا متوجه. فرشتگان برای آنها پرونده ثبت میکنند. لحظه در مجلس عطر، در مجلس گل انسان مؤثر می شود و در مجلس نعوذ بالله کثافت انسان دیگر همون آلوده میشه. خیلی مهم امروز اینه که ما این امتیاز را نمیکنیم. جاهایی که انسان های از خدا بی خبرند، انسان بعد از نصیحت و پند با آنها نمیشه. بعد از ذکر، بعد از این که یاد شما آمد بلند شدید. بعد از ذکر دو معنی دارد. بعد از این که یاد شما، اول فراموش کردی نشستی که یاد آمد بلند شد، و بعد از ذکر، بعد از نصیحت پند موعظه دیگه بلند شد. پذیرفتن فبها نپذیرفتن. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، نیست به عهده آنهایی که متقی‌اند از کفر و شرک، از حساب این کفار و مشرکین هیچ چیزی، ولكن ذکرا، لیکن به عهده متقیان نصیحت است. بغرض چه؟ لعلهم یتقون، تا که اینها شاید اینها از خوف در آیات اجتناب بکنن، از انکار آیات اجتناب بکنن، به نصیحت تقوا که اینها به هدایت برسند، از کفر و شرک اجتناب بکنن. به این خاطر به عهده متقین فقط ذکرا هست، نصیحت و به امید این که لعلهم یتقون، شاید اینها از کفر و شرک اجتناب بکنن. و در الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، علامت بی ایمان چی؟
علامت بی ایمانی نه دین او فقط بازی و تماشا ہے و با کسر دنیا و بهار دنیا مخصوص استاکش دول سرنای دسته اینها را مردم میبیند واقعا اینها به نام دین چه کارهایی برمیداره که ده زنجیر برمیداره که چیه تابوت چی بلای درست میکنن آیات را نگاه کن تدبر کنی بگذاران هایی را که اتخذوا دینهم قرار دادن دین خود را لعبا بازی و لهبا تماشایی یکی تا زنجیر میزنه که ده نگاه میکنه و غرتهم الحیات الدنیا مغرور کردن را حکومت دنیا زر دنیا مال دنیا پست دنیا اونا فکر میکنن که این مال این زر این امکانات گوش فکر میکنن که من محبوبم چون این همه امکانات در اختیار منه سبحان الله حیات دنیا انسان مغرور کرده امروز تمام انسان ها به خاطر این بهار دنیا به خاطر این زر دنیا پست دنیا امکانات دنیا مغرور اصلا خبر نمیشن که ما انحرافی داریم اصلا متوجه نیست وغرتهم الحیات الدنیا وذکر به او پیغمبر شما با این قرآن نصیحت کنید بعد از ان لا مقدره الله تبصل نفس بما کسبت تا اسیر نشود هیچ نفسی به مقابل کسب خود محبوس نشه اسیر نشه نیست برای اون نفس غیر از خدا هیچ ولی و نه هیچ شفاعت کننده ای انتادل کل عدلین اگر این نفس هر نوع عدلی بدهد عدل یعنی گوش کنید عدل اون بهایی که با گناه اون مساوی بشه رشوت را و پول را که در برابر آزادی انسان ها میده این عدله یعنی گویا با جنایت خود برابر کرده بوده و این تعدل کل عدل اگر بدهد به فرض محال هر نوع فدیه‌ای و رشوتی لا یؤخذ منها از اون نفس این رشوت این عدل گرفته نمیشه اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا این انسان ها کسانی هستند که گرفتار کرده میشوند در عذاب الهی به مقابل کسب خودش برای آنها شراب هست از آب گرم نوشیدنی شراب معنی نوشیدنی از آب گرم نوشابه آب گرم دارند و عذاب علیم دارند به سبب آن کفرهایی که در طول تاریخ کردند ثمره دلائل خمسه که اینجا قرآن عظیم و شان بیان کرد اقول اللہ تعالی میگه قل بگو پیغمبر اندو من دون الله آیا ما مسلمان ها و من پیغمبر بخوانیم غیر از خدا موافق مرضی شما ما کسانی را که لا ینفعونا سودی ندارن برای ما نفع نمیدن ما را در صورت عبادت ولا یضرنا ضرر هم نمیدن ما را در صورت ترک عبادت و نرد علی قابنا و ما رد کرده میشویم به پشت سر یعنی مشرک میشیم نرد نرجع الی الشرک و ما رد کرده میشیم به طرف شرک از جامع البیان بر پشت سر رد کرده میشیم بعد از هدان الله بعد از اینکه خدا ما را هدایت کرده فیکون مثالنا اینجا فعل مقدره پس می شود مثال ما مثل اون کسی که استهوت و شیاطین دیوانه کردن دورا شیطان ها جن ها را دیوانه کردن در زمین در حالی که او از دیوانگی جن ها حیران استهوت و شیاطین
پس می شود مثال ما فیکون مثالنا حتما مقدر میکنی پس می شود مثال ما مثل اون آقایی که او را دیوانه کردن جنها شیاطینها جنها او را دیوانه کردن در زمین در حالی که او بسیار حیران و پریشان است لو اصحاب تعدادی همراه رفیق دارد یدونه الى الهدى اون جنی را میخوانند به طرف هدایت و میگوین ائتنا بیا او فرار میکند او چکار میکند؟ او فرار میکند کل بگو بینا ان هدى الله هو الهدى هدایت خدا همین ہے و ما امر کرده شده ایم که همتن تسلیم بشیم برای رب العالمین اعتقادا عملا عبادتا لعبادت خدا ما تسلیم لنسلم لرب العالمین لنسلم لعبادت رب العالمین و بعد مفسر معنی کرده نخلص لعبادت الله ما خالص کنیم عبادت خدا ما تسلیمی ما مثل دیوانه بشیم اینی مثال ما مثل همون جنیه او را میخوانند فرار ما هم باید همین طوره خدا ما را هدایت کرده حالا بیاین راه ضلالت را بگیریم الا له الحکم و نقیم و بما دستور داده شده و امرنا لنسلم لرب العالمین بما دستور داده شده ماموریت داده شده تا که تسلیم بشیم در عبادت در اعتقاد در عمل خاص برای رب العالمین و بما هم گفته شده قیل لنا ان اقیموا الصلاة اقامه کنید نماز یعنی تمام ارکان نماز را خاص برای خدا انجام میدید و نماز یک ارکان مخصوصه هست سجده قیام رکوع کلمات بسیار بلند و بالا که ما در نماز میخوانیم از سبحانک اللهم گرفته از ایاک نعبد و ایاک نستعین گرفته نماز خاص اون ارکان مخصوصه را خاص برای خدا انجام میدید به ما دستور داده شده که نقیم الصلاة و تقوه اجتناب بکنید بترسید از خدا اون چی که نماز برای غیر خدا انجام ندید رکوع سجده طواف حتی نماز گفته شده برای غیر خدا انجام ندید بترسید از به ما گفته شده ان اقیموا الصلاة واتقوه و هو الذی الیه تحشرون و اون خدا هست ذاتی که به جانب او حشر شما می شود حشر اولین و آخرین شما می شود حشر کرده می شود دلیل عقلی دهم هو الذی خلق السماوات والارض بالحق الله اون ذاتی است که پیدا کرده آسمان و زمین را برای اظهار حق نه برای کسی دیگر و یوم یقول کن فیکون روزی که الله تعالی اعلان می کند حشر بشید همه حشر می شوند قول خدا حق است یعنی اثر بسیار بزرگی دارد وقتی الله تعالی میگه بشید فوراً می شوند حضرت تانوی معنی کرده حق را یعنی خیلی اثر دارد الحق یعنی مؤثره سخن خدا بسیار مؤثره له الملک ملک حکومت به اختصاص دارد روزی که دمی دمی شود در سور او عالم الغیب و شهادت است آنچه که شما غایب اونم میداند آنچه که جلوی شما هستم میداند او حکیم مناسب حق جزا میدهد او خبیر میداند که فلانی مستحق چه عذابی است یا چه انعامی او در دادن عذاب و انعام حکیمه و او خبر کامل هم دارد دلیل نقلی تفصیلی از ابراهیم علیه السلام و از 18 پیغمبر اجمالاً دلیل نقلی تفصیلی از ابراهیم و از 18 پیغمبر اجمالاً و اذ قال ابراهیم لابیه ابراهیم علیه السلام از انبیاء که بین مشرکین مکه از یک مقام ویژه برخوردار الله تعالی میگه یاد کن اون لحظه را که ابراهیم خلیل فرمود به کی فرمود چه گفت
حضرت ابراهیم گفت و گفت به پدرش آذر خان. اینا سروران گرامی به خاطر یک نقلی میگن که آذر عموی ابراهیم بود، پدرش نبود. چرا؟ اینها میخواهند ایمان ابو طالب را ثابت. سیوطی هم دستش در نکند نرا تقلب کف ساجدین، یک توجیه کرده این که رفت و آمد شما ای پیغمبر در پشت موحدین بوده، لذا اشکال وارد میشه که حضرت ابراهیم جد رسول الله پدر اون آذره، پس اونجا چطور او تقلب پیغمبر؟ یعنی اینا اعتقاد کردن که از آدم تا خاتم تمام اجداد پیغمبر عبادت کننده خدا بودن. اشکال وارد شد که آذر چیه؟ همانطوری که پدر ابراهیم پدر رسول الله هم، بعد اینا گفتن نه او پدر نبوده عمو. لیکن هیچ ضرورتی نیست که این کل را من اندازه جوی قبول کنیم. چرا؟ در تمام قرآن الله تعالی پدر پدر میگه، او ابتی ابتی میگه. ها اگر در یک مورد عمی بودیم بعد میگفتیم خب پدر عمو را هم پدر میگن. قرآن هر جا پدر گفته، سنتی هم نآمده که پیغمبر بگوید آذر عموی حضرت ابراهیم. هیچ جای در حدیثی ما ندید، حدیثی که سندی و معتبر واسط کسی ندید. یک احتمالی از کلام سیوطی نقل شده اینها چسبیدن و همونه. چه حضرت سیوطی صاحب وحیه؟ اگر واقعا اینطوری سند بیاره سیوطی، نص سریع قرآن را ویل میکنیم که حرف یک بزرگی زده، حرف بزرگ در مقابل آیات سند نمیشه. و اذ قال ابراهیم لابی آذر اتتخذ اصناما آلهة، آذر خان تو اتخاذ کردی بتها را معبود. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من میبینم تو را آذر خان و قوم تو را نمرود خان را فی ضلال مبین، در یک ضلال مبین هستی. تبلیغ پیغمبر چطور بی شائبه بی توریه مستقیم تو را آذر خان و قومت اون نمرود خانه ها را همه را من در ضلال مبین میبینم. یعنی شما در ضلال مبینید، بیاید هدایت از من بگیرید. اللہ تعالی میگه کذالک، به این کیفیت که ابراهیم بدون شایبه بیان کرد، بدون ترس و هراس بیان کرد، هم آذر خان را خطاب کرد و هم قومش را گفت در ضلال مبین شما را میبینم. به این کیفیت که این قلبی پر از دیانت و تقوا و خوف خدا بود. سبحان الله، انبیاء اصلا حراس ندارد. شما یک حاکمی رو بگید تو را در ضلال مبین میبینید. شما هم یک صاحب جو بوقت روحانی نمرود آذر بود. آذر روحانی نمروده. تو را و همه نمرود خانه ها را من در ضلال مبین میبینم. اللہ تعالی میگه چون حضرت ابراهیم ملکوت سماوات والارض را دیده، عجایبات کائنات را، علم و قدرت خدا را مشاهده کرده، الان از کسی ترس ندارد. میداند که خدا با من قدرت خدا را دیده. همین کیفیت که ابراهیم بدون ترس خطاب کرد، ما نشان داده بودیم ابراهیم را عجایبات آسمان ها و زمین را که دیگر کسی نیست که مددگار باشد. و به خاطر این که ابراهیم استدلال بکند و باشد از این کنندگان، و این وا عاطفه است، معطوف لیستدل،
لیستدل ولیکونا، تا ابراهیم از این عجایبات آسمانا و زمین استدلال کند بر قدرت و علم خدا و باشد از یقین کنندگان. عجایبات قدرت را ما به ابراهیم در زمین و آسمان نشان داده. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا، ابراهیم علیه السلام قومش در ضمنی که بت پرستش میکردن انوارات را هم پرستش میکردن، هم ستارگان را هم ماه و خورشید را. حضرت ابراهیم علیه السلام برای رد معبودیت ماه و خورشید و ستارگان غروب آنها را استدلال کرد. چیزی که هست و نیست میشه کجا میتواند معبود میشه؟ و خورشید هست و نیست نمیشه، فنا میشه پیدا میشه، ستارگان هست و نیست میشه، ماه هم به وجود میاد و گم میشه. حضرت برای اینکه اینها معبود بیستن، این تغییراتی به حضور و غیابی که اینها دارن دلیل ذکر کرد که اینها نمیتوانند معبود و مشکل گشا باشند. اونها این انوارات را به این خاطر سجده می کردن و به این خاطر عبادت می کردن که محل ظهور خدا، محل الله که همیشه حاضره، غائب نمیشه. فلما جن علیه اللیل، وقتی سایه افکن بر ابراهیم شب، جن به معنی ستره اللیل، سایه افکن شب بر حضرت ابراهیم، تو رأى کوکبا، ابراهیم علیه السلام ستاره را نظاره کرده، ستارگان. و بعد گفت ها کلمه تنبیه، و زا برای تحقیر، زا برای تحقیر معنیش اینه همیشو که حتی در هر کلمه هست معنی آرندن. حضرت برمون توجه داشته باشی، هذا ربی، همین مالک و اختیاردار من. فلما افلا، وقتی غائب شد این ستاره سیاری بود، وقتی غروب کرد، قال لا احب الآفلین. قبلا هم خواندیم هر چیز یک محبتی داره، محبت خدا با تعظیم خدا، هر که خدا را تعظیم میکنه دو محبت داره. گفت من دوست ندارم آنهایی را که غائب میشوند. الآفلین جمع آورد، مذکر هم آورد. این ستارگان تک تک مذکر است. اینهایی را که غائب میشن من دوست ندارم. لا احب الآفلین، یعنی من اینها را تعظیم نمی کنم. نگو یحبون انک حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن از همه شدیدتر است برای تعظیم خدا. به هیچ عنوان تعظیم خدا را مؤمن ترک نمیده. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. فلما فل قال لا احب الآفلین، من تعظیم نمی کنن اونا را که غروب می کنن. پس ماه آمد، این ستاره این طرف پیدا میشه، غروب میکنه، ماه پیدا شد. فلما را القمر بازغا، وقتی دید ماه را که می درخشد، قال هذا ربی. این تقریبا اول غروب آفتاب ستاره این طرف دیده میشه، ستاره بزرگی باز دود هم غروب میکنه. این تقریبا شبهای 12 و 11 ماه دیر طلوع، زود طلوع نمی کنه، دود طلوع میکنه، دیر طلوع میکنه. الان ماه زود طلوع میکنه یا دیر طلوع میکنه؟ همین روزا زود طلوع میکنه. یعنی بعد از نماز مغرب شما ماه را میبینید، شما میگه زود طلوع میکنه. بابا آخر دیر ماه طلوع میکنه. شب 14 اینجا خورشید می نشیند، اینجا ماه دیده میشه. شب 13 حالا ماه
دیر وقت دیده میشه. نه تو الان ببینی هر شب ماه دیرتر طلوع میکنه نه؟ پس اول شب ستاره از این طرف دورتر دیده میشه و این ستاره غروب میکنه این طرف ماه دیده میشه. تو تقریبا در حدود همین 12 و 11 بود که اول شب ماه دیده نشد، کمی شب رفت بعد ماه دیده شد. همینطور نیست. وقتی خورشید غروب میکنه ستاره دیده میشه این طرف نه؟ این ستاره غروب میکنه با ماه از این طرف دیده میشه. فارزا ما د طرف طلوع وکړه روزه مثلا طلوع روزه روشنايي ودی نه وي چې فارزا او انوري چې وی انو خورشید غروب وکړه ساده ماګه د شاش کا ودی ها بعد از فلما را القمر بازغا وقتی دید خورشید مارا که میدرخشه قال ابراهیم فرمود خبردار زاربی همین رب من، همین رب من و ها تنبیه و زا برای تحکیره. همین رب من خبردار، همین رب من. فلما افل وقت مام غروب کرد، افول کرد، غروب کرد. قال لم یهدنی ربی، اگر رب من هدایت نمی کرد تو من می شدم از قومهای ضالین. یعنی شما که دارید این ماه را که غایب می شود و ظاهر می شود غروب و طلوع می کند، لحاظا شما این را دارید، شما گمراهید. ماه را برای خود مشکل گشا حاجت روا و قابل تعظیم قرار دادید. عجیبه، یہ هم تبلیغ پیغمبرت یعنی خود من. اگر رب من هدایت نمی کرد از ابتدا قبل از نبوت البته من حتما می شدم از قومهای گمراه. فلما را الشمس مهرت خورشید دید بازغتن، خوب می درخشه، طالعتن، بازغن یا بازغتن یعنی درخشنده و طالعتن، طلوع کننده و درخشنده. قال هذا ربی، خواب من تنبی خبردار رب من، هذا اکبر خبرداری خیلی بزرگه. فلما افلت خورشید هم غروب کرد. قال یا قوم، الان دیگه آخری نکته را اول ارخای نه. قال یا قوم انی بریء مما تشركون، من کاملا بیزارم از آن ماه و خورشید و ستارگانی که شما در سجده با خدا شریک میکنید. اگر ماه خورشید ستارگان را سجده میکردن درسته یا نه؟ من کاملا بیزارم مما تشركون. انی وجهت وجهیا، من فقط تسلیم میکنم چهره را للذی فطر السماوات والارض، این چهره من فقط برای خدا به زمین میاد. شما در برابر خورشید سجده میکنید، در برابر ماه سجده میکنید، در برابر ستارگان سجده میکنید، من نه. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، در حالی که من کاملا متوجه، حنیف یعنی مائلم از ادیانش و از آنهایی که شما سجده میکنید الی الله. حنیف بمعنی مائل من الباطل الی الحق. و ما انا من المشرکین، من نیستم از آنها که با خدا شریک میکنن در سجده ماه و خورشید و ستارگان. من از آن شرک کنندگان نیستم. مشرکین من که شرک کنندگان، آنهایی که در سجده ماه و خورشید را با خدا شریک میکنن، من از آنها نیستم. حاجهم قومه، خصومت کردن، اختلاف کردن، خصومت کردن با ابراهیم قومش. چون کردن؟ جر و بحث. خورشیدین تأثیر دارد
اگر بر گیاهان نتابد هیچ گیاهی ثمر نمیده. ماه و ستارگان این تاثیر را دارن. نجومی ها شروع کردن مباحثه را. ما تغیرات ماه و ستارگان چیزی میفهمیم. حضرت فرمود اتحاجونی فی الله، شما خصومت میکنید با من نسبت به خدا، نسبت به وحدانیت خدا، نسبت به یگانگی خدا، نسبت به تصرفات خدا، حالانکه وقت هدانی اون الله مرا هدایت کرده با دلائل ثلاثه عقلی نقلی وحی. شما من میگید که ستاره ها اینها بر شما می اندازن و فلان میکنند و تأثیر ستاره را قائل بودن. حضرت فرمود ولا خاف ما تشركون به، من حراسی ندارم از اون غیر الله هایی که شما با خدا شریک میکنید. برای خورشید و ماه این چیزها شما تأثیر قائلید، ضرر میدن، من از آنها اصلا ترسی ندارم. الا یشاء ربی شیئا، مگر رب من هر چی بخواهد میاد. مریضی بخواهد، صحت بخواهد، سلامتی بخواهد، او مشیت رب من کار میکند. وسع ربی کل شیء علما، وسیع رب من از هر چیز از نظر علم. افلا تتذکرون، شما تذکر نمیگیرید؟ ولا اخاف ما اشرکتم، من اصلا نمیترسم از آنها که شما با خدا شریک میکنید و شما نمیترسید که شرک میکنید. عجیبی شما. من که از ما کسانی که شما در عبادت و سجده ماه و ستارگان و خورشید را شریک میکنید، من هیچ ترسی از این انوارات ندارم. نه از ماه ترسی دارم، نه از ستارگان ترسی دارم، نه از خورشید ترسی دارم. شما بترسید که با خدا شریک میکنید، مشرکی. مشرک خدا ضربه میزنه. ولا تخافون، و شما نمیترسید که انکم اشرکتم بالله، شما شریک میکنید در سجده و خواندن و خیرات و نذر با خدا. برای خواندن غیر الله، برای سجده غیر الله، برای نذر غیر الله دلیل دارن؟ عقلی نقلی وحی هیچ دلیلی نداره. چی؟ یک دلیل داره. چی؟ وانسان یک داره که مردمان لیل از تیر غلطانه. تیر غلطا به من جن نبودانه. موحد شده گندیلش نوارتا. و موحد اونجا رفتن نغلطیدن. منهایی که مزبزبن می غلطن. شیطان اونجا دیگه اینها را دنده می دن. باور کنید شدیدن موحدان با اعتقاد راسخ رفتن نتونستن، نغلطیدن. وسع ربی کل شیء، این که دلیلی نشد. دلیل اونه که من گفتم خدا قرآن میگه ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، شما شریک میکنید با خدا و معبودهایی را که الله تعالی نازل نکرده برای معبودیت آنها. بر شما هیچ دلیل نه عقلی نه نقلی. خود شما بگید شما مشرکید نمیترسید؟ من که موحدم میترسم؟ منم تهدید میکنه در خورشید و ماه و ستارگان و از این گنبد و شنبدها. شما باید بترسید که با خدا دیگران را شریک کردید و مشرک را خدا داغون میکنه و میگذارد. فأی الفریقین احق بالامن، از دو تا فریق موحد و مشرک کدوم حق دارتر به امنیتن؟ اگر یک ذره علم دارید و بگویید، ان کنتم تعلمون جزایش است بگویید. بله الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن و مخلوط نکردن ایمان خود را با ظلم، اینجا مراد شرک، اولئک لهم الامن، برای آنها امنیت در دنیا و آخرت است. و هم مهتدون، اینها در دنیا و آخرت را یافتند. این همه چیزی که اینجا ما تلاوت کردیم دلائل توحید ما هستند. ما این دلائل توحید را داده بودیم به ابراهیم بر علیه قومش، علی قومه، یعنی بر علیه قومش. این همه دلائل را داده بودیم.
نرفع درجات من نشاء، بلند میکنیم ما درجات علمی هر کس را که بخواهیم، علما و عملا ما به درجات میدیم. ان ربک حکیم، مقام استعداد را میداند، مناسب استعداد علیم هست که چقدر و چطور خدا به انسان مقام و پست میدهد. ما به فضل و احسان خودمان بخشیده بودیم برای ابراهیم اسحاق پسر را و یعقوب نواسه را، همه اینها را ما به راه راست هدایت کرده بودیم، هم به ابراهیم ما عنایت کردیم، اسحاق را در سن پیری و بشارت نواسه یعقوب برومند را، کلن هدینا، همه اینها را، هم ابراهیم را، هم اسحاق را، هم یعقوب را ما رهبری به هدایت به راه حق کرده بودیم و نوح را ما هدایت کرده بودیم قبل از اینها. و از ذریت حضرت نوح داود است و سلیمان است و ایوب است و یوسف است و موسی است و هارون است. و کذالک نجزی المحسنین. و زکریا است و یحیی است و عیسی و الیاس، کل من الصالحین، همه اینها از صالحان درجه یک هستند. و اسماعیل و یسوع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین، همه اینها را ما فضیلت داده بودیم بر عالمیان زمانی شد. و از آبای اینها و از ذریات اینهایی که ذکر شد و از برادران اینها برگزیده بودیم ما آنها را و رهبری کرده بودیم آنها را به صراط مستقیم. ذالک هدی الله، این هدایت الله است، توحید و یگانه پرستی. هدایت میکند به این هدایت خودش هر کس را که میخواد از بندگان. چقدر مسئله توحید اهمیت دارد که اگر اینها که ذکر آنها شد انبیا شریک کنند با خدا کسی را در مسئله عبادت، تو لحبط عنهم ما کانوا یعملون، حبط و نیست و نابود میشوند از دفتر اینها آن اعمالی که اینها انجام دادند. شرک و بلا است که حبط عنهم عن کتبهم، از پرونده اعمال آنها اون اعمالی را که اینها انجام دادند. اولئک الذین آتیناهم الکتاب، این انبیا که ذکر آنها شد کسانی هستند که ما به آنها کتاب داده بودیم، حکم و حکومت داده بودیم، نبوت و پیامبری و رسالت داده بودیم. اگر به این آیات الهی و به این کتب و به نبوت این انبیا انکار کنند این کفار مکه، تو ما وکیل این کتاب و حکم و نبوت میکنیم قومهایی را که لیسوا بها بکافرین، اونها کافر نیستند، یعنی بشارت مهاجرین و انصار. اگر این اهل مکه کفر کتاب، کفر حکم و حکومت این انبیا و نبوت این انبیا را بکنند، لحظا ما عوض اینها قومی را میاریم که آنها کافر نباشند، یعنی مهاجرین و انصار. اولئک الذین، این انبیا کسانی هستند که الله آنها را هدایت کرده، پس بسیرت و هدایت آنها ای پیغمبر و صحابه شما اقتدا کنید. این انبیا چطور مشکلات را تحمل کردن تا پیروزی، شما هم برای تحمل مشکلات مقتدی اینها باشید. در اصول دعوت توحید، دعوت رسالت، دعوت معاد، در این مسائل شما مقتدی اینها باشید و مثل آنها در صبر هم مقتدی باشید و بگید شما هم مثل این انبیا که لا اسألکم علیه اجرا، من اجر و حقوق از شما نمیخوام در برابر تبلیغ. چطور اونجا گفت لا اسألکم الا المودة فی القربى؟ اون آیه شورا بعد از این آیه سوره انعام نازل شد. این 55می بود، او 60 خورده ای، 64می چی؟ سومیه، 60 و 61 و 62 شورا است. این لا اسألکم علیه اجر الا المودة فی القربى. خلاصه الله تعالی اینجا به پیغمبر میگه شما بگی من اجر نمیخوام، بعد میگه نه مودت قربا با خویشاوندان من محبت کنین، دوست این اجره. کی دوستی را اجر گفته؟ من یک کارگر بگم
که تو را خیلی دوست دارم، خیلی تو را دوست دارم، از من حقوق نگیر. او راضی میشه، دوست داشته باش، بله حق منو بده. حق دوستی حقی نیست، خویشاوندی را رعایت کنی این حقی نیست. قل بگوی پیغمبر مثل این انبیا من نمیخواهم به وقت برای تبلیغ از شما هیچ اجری و حقوقی، ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن عظیم و شان نیست چیزی که اجر رو گرفته بشه، این نصیحتی برای عالمیان است، نیست مگر یک نصیحت نامه و آیین نامه‌ای هست برای جهانیان. لیکن باوجود این همه دلائل ما قدر الله حق قدری، قدر نکردن این انسان ها الله را اندازه قدر او، یعنی چه؟ تعظیم نکردن الله را اندازه تعظیم الله. یا معنی دیگه یک مفسری کرده ما وصف الله حق وصفه، اینا توصیف نکردن الله را اندازه حق توصیف خدا که باید او را توصیف میکردن. هنگامی که گفتن اینها ما انزل الله علی بشر من شیء، کفار مکه گفتن خدا هیچ بشری را رسول نکرده و بران چیزی نازل نکرده. یهودی های لعنتی گفتن که هیچ چیزی خدا بر بشر نازل نکرده. الله تعالی میگه با این گفته اینا واقعا بی‌انصافی کرد، قدر خدا را نکرد. حالا که من خدا برای هدایت بشر بر بشر هزاران بشر را رسول کردم و وحی بر آنها نازل کردم، کتاب و صحائف به آنها نازل کردم، من جمله موسی علیه السلام. بشریت اسلام قبول دارید و این هم قبول دارید کتاب تورات بر او نازل شده. قل بگو بین بدبخت ها اینها سالب کلیه ذکر کردن، نقیض سالب کلیه موجب جزئیه. اینها سالب کلیه بکار بردن. ما انزل الله علی بشر من شیء، الله تعالی بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده، با یک موجب جزئیه او را نقض کرد. گفت من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. این آیات را بعضی گفتن آیات مدنی مکی نیست و این آیات چیان؟ مدنی. یهود نات کرده اینطور گفتن، در این سوره مکی آورده شده. یا مشرکین مکه که بشریت را با نبوت بشریت و رسالت را با هم منافی می دانستن، تنافی قائل بودن، ضدیت قائل بودن. بگو که کیه نازل کرده کتاب را؟ اون کتابی را که آورده او موسی، در حالی که اون نور هدایت بوده، خودش یک رهبری بوده برای انسان ها، نور هدایت و هدایت نامه بوده برای انسان ها، در حالی که او یهودی ها شما قرار دادید اون تورات را قراتیسا جزوه کردید، تبدونها، اون جزوهایی که بسود شما بودن ظاهرشون می کردید و می خواندید، و تخفون کثیرا، اون جزوهای توحید و رسالت پیغمبر در آنها بیان شده بود آنها را مخفی می کردید، اصلا نمی آورد. همین آیات قرآنی را باور کنید، بعضی را ما ظاهر میکنیم، عموم مردم میدن، لیکن دید تعدادی را ما ملا هیچ بیان نمیکنیم. حالا این قرآن آمده که باید بیان شد. من درد من همین میگم گاهی دوستان خود، چرا شما یک روز این آیه را بیان نمیکنید؟ یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له یا من اضل ممن یدعو. همش تقوا میکنید، تقوا را سر بسته را کی میدانه؟ تقوا چی؟ حالا باور کن چی میدانه؟ گناه نکن، گناه خطرناک، ولی ما میگیم که گناه چیه؟ از گناه های کبیره اجتناب بکنید،
سبع موبقات. اولا دیگه میگه خب اول الاشراک بالله، شرک گناه بسیار بزرگی. بله مولوی جلال الدین تا هیچ وقت تفسیر کردی که همین الاشراک بالله چیه؟ این بیچاره عوام چی میداند الاشراک بالله را؟ همین توحید که شما گفتید الاشراک بالله این بزرگترین گناه است. آقا بگو که شرک چیه؟ آقا بگو الاشراک بالله چیه؟ اگر کسی گفت که الاشراک بالله اکبر کبائر ای توحید بیان کرده، توحید را باید بیان کنی. بگی خدا در عبادت یگانه است. عبادت چیه؟ اینو بگی. ها؟ خدا را عبادت کنید. بگی که عبادت چیه؟ غیر خدا را عبادت نکنید. اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بگید عبادت چیه بابا؟ این خواندن عبادته. غیر الله را شما میخوانید این میشود شرک، شما میشوید مشرک، شرک کننده. بفهمیدید؟ ها اون زمان شما توحید بیان کردید. بابا خواندن عبادته. اگر این خواندن را برای خیر خدا انجام دادید، شما اون غیر خدا را با خدا کردید شریک. این خواندن غیر خدا این میشود شرک و شما میشوید شرک کننده. مشرک یعنی شرک کننده، با خدا دیگران را شریک کننده در عبادت. نذر، سجده عبادته. اگر برای غیر خدا انجامش دادید این میشود عبادت غیر خدا. پس اون غیر خدا با خدا در سجده میشود شریک. این عمل شما هست شرک و شما میشوید شرک کننده. بفهم؟ ها مشرک مشرک مشرک. همه ما فکر میکنیم که یک خیولای باز. بگو کی نازل کرده کتاب را؟ اون کتابی که آورد او موسی در حالی که نور هدایت بود، اون خودش هدایت للناس بود. در حالی که بی ایمانها شما قرار دادید او را جزوه کردید، کراتیسه کردید، برک کردید. تبدونها یک قسمتی از اون کراتیس و جزوه ها که بنفع شما بود اونا را ظاهر میکردید. و تخفون کثیرا، اون جزوه هایی که تعریف محمد، صحابه محمد و توحید خدا بیان بود اونها را اصلا مخفی میکردید، ظاهرشون نمیکردید. و علمتم ما لم تعلمون، و شما در اون کتاب تورات تعلیم داده شده بودی چیزهایی که شما نمیدانستید آنها را و نه پدران شما. بگو کی نازل کرده کتاب را موسی؟ شما باید جواب بدی الله. پس برای نقض یک سالب کلی موجب جزئیه است. ثم ذرهم، بعد بگذارید ایمانها را فی خوضهم یلعبون، در خرافات خود تماشا کنند، بازی و تماشا کنند، بگذارید. قرآن را کسی بلعجه خود میتونه بلشان فی خوضهم یلعبون، بازی کنند توی همون بازی که دارند و تماشایی که دارند در اون خرافات خودش. اینجا خود را حضرت معنا میکرد در خرافات خود بازی کنند، دهل کنند و سرنا کنند و دسته ببرند و نظر کنند برای غیر الله و تاب کنند برای غیر الله و سجده کنند غیر الله را، نظر بدن برای غیر الله. بگذار اینها را. حالا بیان دو هذا کتاب، این قرآن یک کتاب عظیم و شان هست. انزلناه، من این نازل میکنم، مبارکم، پر از برکت است. سبحان الله.
قرآن در ماه مبارک رمضان آمد، رمضان را مبارک کرد، مکان را مبارک کرد، قبل را مبارک. خدا میگه مبارک کن، پر از برکت. مصدق الذی بین یدیه، تصدیق کننده اون کتاب قبل از این. بعد از قرآن صحیفه محیفه نه آمده که قرآن میگه تصدیق میکند اونها را که قبل از او بودند و تصدیق اونها را که بعد از این میاد. بعد از قرآن بر هیچ کسی هیچ چیزی نازل نشده، دروازه وحی بسته است و تا قیامت هم چیز جدید نازل نمیشه. تا که شما آگاه کنید ام القرى، اهل ام القرى، اصل قرى مکه را، تمام دنیا بسته به مکه، ناف دنیا هست و کل جهان قائم است به خاطر مکه و خانه کعبه. اگر مکه و خانه کعبه نیست جهانی نیست. این اصل قرآن و کسانی که حال هوش قرآن هست در قسمت شرق بره، در شرق اینها حال ام القرآن. چار طرف میگه مرکز جهان خانه کعبه، ناف دنیا و کل جهان هم از نظر جهت وابسته است، چون قبله غیر حالا فقط مسجد الحرام، کل دنیا از نظر جهت اونجا بسته. از چهار طرف یا آنجا رخ میکنن یا نمیکنن. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به، اونا که ایمان به آخرت دارن، به این کتاب ایمان دارن و آنها بر نمازهای خودشون محافظت میکنن. دلیل ایمان محافظت نماز. و چه کسی ظالم تر از آنهایی که افترا میکنن بر خدا دروغ را، یا میگویند که اوحی الیه، به ما وحی کرده شده است، حالانکه ولم یوحی الیه شیء. و چه کسی ظالم تر است از اون کسی که میگه سأنزل مثل ما انزل الله، من هم نازل میکنم، یعنی سخن میگویم مثل آنچه که خدا گفته است، خدا نازل کرد. و ظالم ترین انسان ها که مشرکین هم این چیز را میخواستن بگن. ولو تری اذ ظالمون فی غمرات الموت، اگر تو این تخفیف اخرویه، اگر تو میدیدی ای پیغمبر هنگامی که مشرکین و کفار در شدائد مرگ قرار میگیرن، یعنی به سکرات مرگ میرسن و در حالی که فرشتگان دستها را با گرزها باز کردند و فرمان میدن که اخرجوا انفسکم، بکشید جان خود را از درون. پس اگر تو میدیدی خبر اینه که لرایت امرا عظیما، شما یک امر بسیار بزرگی را مشاهده میکردید و اعلان میشود که الیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما جزا داده میید عذاب ذلت آمیز، به سبب اینکه بودید شما میگفتید بر خدا غیر حق را و بودید شما از آیات رب العالمین استکبار میکرد. القنون تنها پیش من آمده مستکبر، ولکن جئتمونا فرادا، شما پیش من آمده تنها از یار و از مددگار جدایید، فرادا آمدید، هیچ یاری و همکاری با شما همراه نیست. چنانچه من شما را خلق کرده بودم هم همینطور تک از مادر بیرون تو کردم، لحاظا به همین کیفیت آمدید. اونجا هم که از مادر آمدید بیرون، نه لباس داشتید، نه ختنه بودید، هیچ چیزی، نه کفش نداشتید، به همین کیفیت به منظر من میایید. لخت مادر زاد و حتی ختنه نیستن که میانند همه. و ترکتم ما خولناکم، و میگذارید شما و گذاشته اید شما آنچه را که من به شما دادم، اما سامان زندگی را گذاشتید پشت سرتان و من نمیبینم با شما شفاعت کنندگان شما را، اون شفاعت کنندگانی را که شما گمان میکردید آنها را که آنها در زندگی شما شریکند، در سعادت شما، در شکاوت شما، اونها با شما شریکن، سهمی دارند. یا شما گمان میکردید آنها را شفیع و میگفتید در نجات شما با شما شریکن، در صلاح و رستگاری با شما شریکن، در ورود جنت با شما شریکن. کجا الان نمیبینم اینها را؟ و ما نرا معکم شفعاءکم،
الذین زعمتم، اون شفاعی که شما گمان میکردید آنها را که آنها در مال شما، در جان شما، در باغ شما با شما شریکند. این صحب امامه، این صحب نمیه، این صحب ولیه. کجاند الان؟ چرا نمی آیند؟ شما میگفتید که آنها شما را از جهنم نجات میدن، چرا نمی آیند؟ شما میگفتید آنها دست شما را میگیرن بفرما تو جنت، کجا نمی آیند؟ در مال شما شریک بودند، در جان شما شریک بودند، در تسبیح و تحمید شما شریک بودند. همیشه شما فکر میکردید که در سعادت و شکاوت اینها با ما شریکند. کجا؟ اگر تقطع بینکم، رابطه بین شما و آنها قطع شده است. تقطع بینکم را چی معنی کردن؟ رابطه بین شما و آنها قطع دیگه. کجا ارتباط نمیگیرن؟ چرا تماس نمیگیرن؟ شما را از جهنم نجات نمیدن یا شما را برای جنت نمیبرن. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، گم شدن از نصرت یاری شما آنهایی که شما گمان میکردید که پردای قیامت اینها یار و مددگار شما است. شما گمان میکردید اینها پارتی شما است. شما گمان میکردید اینها برای شما سفارش میکنن، از جهنم شما را نجات میدن، تو جنت میبرن. کجا هستن؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.